سلام خانم حسینی، حال شما خوبه؟ تشکر، خیلی ممنون. واقعا برای بنده افتخاریه که از نزدیک دارم اولین معلم شهرستان فیروزکو رو میبینم، خانم فخرالزمان حسینی، اولین معلم شهر فیروزکو. خانم حسینی، میخوام از خودتون بگید چه سالی وارد مدرسه شدید؟ چی شد که به استخدام آموزش پرورش در اومدید؟ بفرمایید. بله، به نام خدا. من در سن 7 سالگی منو گذاشتم مدرسه. محل مدرسه منزل آقای ذوالفقاری بود که 1-2 سال اونجا بودیم. بعد دانش آموزا رو آوردن وسط میدون، خونه داشت به نام مال آقای محمد رضا کیوادرودی بود. 2 سال اونجا بودیم. بعد وکیل فیروزکو مدرسه مسعودی رو ساختن. بعد همه دانش آموزا دختر و پسر همه اونجا بودن، مختلط بود اون وقت. من بعد 1-2 سال اونجا آقای شریفی، زین شریفی، آقای حاجی جمال جعفری، آقای آهنگر، خلاصه اینا مدرسه بودن، تدریس میکردن. بعد کلاس 6 که شد، نمیدونم دختر خانمای همردیف من شوهر کردن یا رفتن چه شده که من تنها کلاس 6 بودم. تنها کلاس 6 بودم. یا آقای رئیس آموزش پرورش که اون وقت اداره فرهنگ بود، کلاس 6 بر ما تدریس میکرد. من یکی دختر بودم، 5-6 نفرم پسر بودم به نام محمد با تربیت، پرویز سوادکویی، علی عمرانی، تا اینا یادم، منصور ودادی، فکر کنم با اینا هم کلاس بودم که 6 خوندیم. 6 که امتحان دادم تموم شد، تو ورقه گواهی نامه 6 من نوشته بود که از مزایای قانونی آن استفاده کنید. منم که به سن قانونی رسیدم، با کمک آقای زین الدین شریفی به استخدام آموزش و پرورش در اومدم. در حدود سال 31-32 اون حدودا بود. بعد منو گذاشتن که دبستان شهناز که روبروی مغازه آقای طاهری بود. اونجا 1-2 سال بودیم. بعد من بعد از 1 سال من مدیر اونجا کردم، به نام مدیر اونجا بودم. همکاران داشتم مثل آقای خلیلی، آقای علایی. خلاصه بعد کلاس اول دبیرستان دادن، سال به سال 1 کلاس دادن که اونجا شده سیکل اول که من همونجا به من مدیریت ریاست دبیرستان را هم دادن. بعد از اونجا منو منتقل کردم به منزل آقای